عزیزای دلم سلام. خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امروز میخوایم راجع به 8 تا سوالی که حتما باید قبل از ازدواج از طرفتون بپرسید صحبت کنید. اگه نپرسین خطریه. ببینیم ما اصلا پرسیدیم راجبش حرف زدیم. من این سوالا رو رفتم در آوردم. سپیدم نمیدونه که چی هن. فقط قرار شد که یه خودم راجع به این که ما قبلا اون موقع ها راجع به این چیزا حرف زدیم یا نزدیم صحبت کنیم. من اینا رو از تو یوتیوب از چنل‌های خیلی معتبر به زبان انگلیسی گوش دادم، بعد دونه دونه نکته‌های کلیدیش رو نوشتم. به نظرم خیلی منطقی اومد و روانشناسای خوب و درستی پشت اون پیج بودن. ولی خب این سوالا میتونه خیلی بیشتر از 8 تا باشه. همینجوری در مرور رابطه هی ذره ذره شناخت آدم‌ها بیشتر میشه. ولی یه نکته که خیلی مهمه اینه که این سوالا رو باید قبل از اون موقعی که دیگه اسمشو میذارن عاشق شدن و اینا بپرسید، به خاطر اینکه دیگه از اون به بعد هورمون اکسیتوسین و دوپامین و اینا میاد وسط و دیگه چشتون رو ممکنه رو خیلی از چیزا ببندید که بعدها سالها بعد ممکنه اینا بزنه بیرون. ولی مثلا اول رابطه هنوز مثلا حالا سوالا رو من نمیدونم چیه، ولی یکم آدمو شاید اینطوری باشن حالا یه ذره اصلا باید پیش بریم. نه دیگه همون اول باید تکلیف رو مشخص کنیم. بچه میخوای یا نمیخوای؟ تکلیف ما رو مشخص کن. نه حالا راجع به اینا هم صحبت میکنم. میدونم چی میگی. یه خورده خیلی نمیشه. سلام علیکم. چند تا بچه شما؟ ما چون که مدل آشناییمون یه جوری بود که قبل از اینکه حتی دفعه اول همدیگه رو ببینیم مجبور بودیم 2-3 هفته چت کنیم. راجع به فکر کنم خیلی چیزا صحبت کردیم. حالا اینا رو بعداً سپیده میگه چون من خیلی بهتر یادمه. یه نکته هم تا حالا نگفتم تو ویدیوهامون، این که لطفاً اگه دوست دارید ویدیوهای ما رو سابسکرایب کنید چنل رو که از دست ندین ویدیویی، یا زنگوله هم اگه دوست دارین بزنین که ویدیوها رو ببینید هر وقت که میاد. و یه چیز دیگه هم که میدونم چون خیلیاتون از اینستاگرام دارید این ویدیو رو تماشا میکنید احتمالاً اصلا جیمیل ندارید. اکانت گوگلتون در واقع میشه همون اکانت یوتیوبتون که میتونید با اون بیاید و سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، قرعه کشی بذارید برای این ویدیو، احتمالاً توی اونا شرکت کنید. در نتیجه می‌خواستم یه خواهش کنم که اکانت جیمیل خیلی سخت نیست. حالا سعی می‌کنم سپیدم یه ویدیو راجبش بسازه، بهتون توضیح بده که چگونه این کار رو انجام بدید. ولی بسیار بهمون کمک میکنید اگر این اتفاق بیفته. خب بریم سراغ سوال اول. سوال اول اینه که باید حتما از طرفتون بپرسید که رابطت با خانوادت و دوستات چطوریه. من همون اول آشناییمون این برام خیلی مهم بود و راجبش ما خیلی حرف زده بودیم. مستقیم خیلی راجبش حرف نزده بودیم، ولی خب من میدیدم که مثلا شاروخ تعریف کرد از خانواده‌اش شد. موقع چون تنها زندگی میکرد یه ذره مدلش با من فرق میکرد. من خب خونه مامانم اینا بودم ولی خیلی راجبش حرف میزدیم. مثال میزنم، یکی عادت داره که همیشه جمعه ها با پدر مادرش غذا بخوره، نهار بخوره. خب تو فکر کن یه همچین عادتی رو پنهان کنی. خیلی مهمه که طرفت با یه همچین چیزی اوکی باشه یا نه. اگه قراره این بعد از ازدواج ادامه پیدا کنه که به نظر میرسه باید ادامه پیدا کنه یا مدیریت بشه حداقل، بعد راجبش صحبت بشه و به یه نتیجه درستی برسه. و همینطور من دوستایی داشتم که خب دوست داشتم ارتباطمو باشون حفظ کنم. برام مهم بود که هم سپیده اونا رو هم اونا سپیده رو بپذیرن. تو اولین برخوردها من سعی کردم که یه جمعی تدارک ببینم که بچه‌ها هم دیگه رو ببینن. سوال دوم راجع به مسائل مالی باید خیلی تکلیف روشن باشه. اینکه مثلا من چقدر درآمد سالیانه برام مهمه، دوست دارم به چه درآمدی برسم، اهداف مالی من چیه، خرجای من چقدره. هر کسی برای خودش. یعنی به مثال میزنم، من دوست دارم که برسم به یه درآمدی، طرفت خرجاش یه چیزی باشه که اصلا اون براش کافی نباشه یا اصلا هدفش یه چیز بالاتر باشه. بعد در ادامه رابطه تو میخوای یه از خود گذشتگیایی یا یه چیزایی رو قربانی کنی برای رسیدن به چیزایی و خب به مشکل میخورید. یکی ممکنه مثلا اینکه اصلا نیازهای مالیش یعنی توی اون رابطه برطرف میشه یا نه خواسته های مادی و اینا. حتی اینکه آقا الان من قبل از اینکه بیام وارد این رابطه بشم چقدر بدهی دارم، من چقدر خرج دارم، چقدر بسمه، چه هدفی داریم، تا کجا میخوایم بریم. اینا باید راجبش یه خورده حرف زده بشه. چه هدفهای فردی، چه اینکه من تنهایی میخوام به کجا برسم، چه هدفهایی که با هم داریم و میخوایم بهش برسیم. یه خورده باید راجع به این چیزا صحبت بشه. ما حرف زده بودیم راجع به مالی و اینا. نه
جفتمون کار میکردیم، بعد اصلا این مدلی نمیدونم نه راجبش حرف نزده بودیم. ببین راجب این ولی راجب کار کردن و اینا حرف زده بودیم که مثلا من میگفتم که من دوست دارم همیشه کار کردم از 16 سالگی، خیلی برام مهمه که کار کنم و اینا، خودم احساس خوبی بهم میده. بعد راجع به ایناش حرف زده بودیم. رسیدیم به همون سوال مهم که آیا دوست دارید بچه داشته باشید در آینده؟ خب این خیلی سوال مهمیه. شاید یکی اصلا بچه نخواد. اصلا این اشتباهو نکنید که یهو با این تفکر که آقا احتمالاً نظرش در آینده عوض میشه برید وارد زندگی بشید. شاید بشه، ولی اون لحظه اگر اون آدم همچین حسی داره شما باید مبنا رو بر این بذارید که اینه الان در حال حاضر همینه. و حتی جزئیاتی هم از اینکه چند تا بچه دوست دارید داشته باشید، یعنی اینا هم حتی یه خورده مهم میشه. یعنی ممکنه اینا هم باعث اختلاف بشه در آینده. ما راجع به این موضوع هم حرف زده بودیم. چی؟ آخه یادمه که یه تایمی خیلی اینطوری بود که توی اون دوره ما مثلا خیلی از دور و بریامون تصمیم میگرفتن که بچه دار نشن. ما راجبش حرف زدیم که یه نکته دیگه هم که اینجا تیترشو نوشتم اینه که حضور بچه قراره چه تغییری تو زندگیتون ایجاد کنه. این هم خیلی مهمه. مثلا اگه بچه دار بشید قطعا توی تایم کاریت ممکنه تاثیر بذاره. چجوری میخواین اینو منیج کنید؟ حالا یه ذره جلوتر راجع به این چیزا هم باز بیشتر دقیق‌تر فکر می‌کنم سوالش هست. سوال چهارم این که چقدر جاه طلب هستید؟ بلند پرواز یعنی؟ آره، چقدر بلند پروازی دارید؟ اینم همون داستانیه که میگم خب بعدها مثلا چه میدونم یکی میخواد خودش رو وقف این بکنه که فول تایم کار کنه برای رسیدن به یه هدفی و فکر کن همسرش پایه این نباشه، اصلا براش جذاب نباشه به اون نقطه رسیدن. خب باید از یه تفریحایی بگذریم در راستای رسیدن به اون هدف. اینا باید به نظر من هم ولی شاخ یه کوچولو از همه این چیزا، حالا مثلا بچه دار شدن و اینکه بعداً یه چیزای آدم یه ذره باید بره توی شرایطش، یعنی مسیر زندگی بعضی وقتا آدما رو یه ذره هول میده توی یه مسیرای اتفاقای بیرونی، باعث میشه که آدم یه سری تصمیمایی که شاید قبلا داشته مجبور شه یه ذره عوضشون کنه. البته این اتفاقای بیرونی که داری میگی اینا واقعا در مورد کشور ما صدق میکنه. ممکنه شب بخوابی صبح از خواب پاشی ببینی هر آنچه که داری به نصف ارزش خودش تنزل پیدا کرده. با شرایط کاری مثلا یه دفعه تو کارت شاید پیشرفت کنی، مثلا یه دفعه یه پستی بهت پیشنهاد بشه که تو قبلش فکرش نمی‌کنی، بعد مجبوری براش خیلی بیشتر کار کنی. ببین میزان بلند پرواز، حالا این اتفاقا چیزیه که فکر می‌کنم مثلا من خودم یه خورده بلند پرواز تر بودم فکر میکنم نسبت به تو، ولی خب اینجوری نبود که سبیل خیلی مخالف باشه با این قضیه. همراهی میکنم ولی خودم شاید اون آدمه نباشم که همیشه اولین قدم رو بردارم. منم آدمی نبودم که قیمت این بلند پروازی مثلا برام این باشه که نبینم بچه هم چجوری دارن قد میکشن. یعنی یادمه یه کاری رو انداختم احساس کردم این داره باعث میشه که من کمتر وقت بذارم واسه بچه ها. منتفی شد پرونده. روزای تعطیلم مجبور بود کار کنه، یعنی اصلا دیگه هیچ روز تعطیل و غیر تعطیلی نداشتیم. این یه خود سوال عجیب غریبیه. frequency of intimacy، اصلا ترجمه فارسی اصلا نمیدونم ترجمه درستی میشه کرد ازش یا نه. ساده ماجرا اینه که میزان اشتیاقتون دوزش با هم دیگه بخونه. ذوق و شوقتون. اجازه بده وارد جزئیات نشم، اجازه بده در همین حد سعی کنم که هر کسی خودش از ظن خودش همراه ما بشه. منظورم اینه که چقدر میل به ابراز علاقه و تایمای دو نفره با هم دیگه داشته باشین. حالا یه موقع است یه اختلافی وجود داره اون رو میپذیرید، یه موقع است تلاش میکنید برای اینکه راههای جذب جدیدی پیدا کنید که طرف مقابلتون رو به خودتون جذب کنید. سوال پنجم بودین. سوال ششم اینکه چقدر به سلامت خودتون اهمیت میدید، چقدر به سبک زندگی سلامت اهمیت میدید. این خیلی مهمه. دو نفر هم پای هم نباشن تو این قضیه به مشکل میخورن. مثلا من خیلی برام این قضیه مهمه ولی برای تو نباشه. خب اون غذایی که من یه روز میارم وسط ممکنه تو دوست نداشته باشی، تو ممکنه دوست نداشته باشی. وقتی که من میذارم برای ورزش کردن شاید تو ترجیح بدی آره دوست داشته باشی بریم مثلا سینما بجاش. اینه که یه خورده باید راجع به این موضوع صحبت بشه وگرنه مدیریتش کرد.
یعنی چیز خیلی پیچیده نیست، مگه اینکه واقعا آدم‌ها از دو تا دنیای خیلی متفاوت از هم باشن. ببین من فکر میکنم مثلا توی این چند وقت اخیر، حالا منم نمیگم از روز اول همین آدمه بودم که الان هستم، ولی خب امروز که میدونم خیلی دارم زیاد اهمیت میدم به این موضوع. سپیده یه کوچولو خودش رو با من وفق داد، برنج سفید حذف شد، کم شد، ماکارونی قهوه‌ای، نون قهوه‌ای، برنج قهوه‌ای درست کرد. آره همه زندگیمون یه قهوه‌ای شد، بد شد، بعد گفتم سنگک مثلا یکی از بهترین نوناییه که میتونیم بخوریم. حالا اینجا گیرمون نمیاد ولی از همین میگم. خلاصه این داستانه به نظرم باید راجبش حرف زده بشه. ولی اینم چیزیه که تو زندگی ما از اول اصلا نبود و کم کم تغییر کرد، ولی خب جفتمون با هم دیگه. ببین مثلا من 22 ساله دارم ورزش میکنم. ورزش کردنه آره، ولی مثلا خورد و خوراکمون واقعا بهتر شد. نبودیم انقدر خب اینجوری. خب دانشمونم توی زمینه تغذیه بیشتر شد. همین چیزاست میگم بعضی وقت. آره نه اشکال نداره، ولی خب اون روز اول خیلی مهمه که آدم‌ها توی یه خط باشن. میدونی یکی اصلا اهمیت نمیده به جسمش، یکی خیلی اهمیت میده. اصلا یکی این که بپذیریم حرفای همدیگر رو، انقدر برای شاید همدیگر رو باید قبول داشته باشیم که وقتی میاد یکی پیشنهادی میده مثلا گوش کنی، برات مهم باشه که اون چی میخواد، چی خوشحالش میکنه، حتی در مورد غذا خوردن و تغذیه. سوال هفتم، به چی اعتقاد داری؟ خیلی مهمه. اعتقادات آدما وقتی که برای مسائل معنوی میذارن، یه عزیزی دوست داره روزه بگیره، یه عزیزی دوست داره عبادت کنه، این که این موضوع برای طرف مقابلش قابل احترام و پذیرش باشه خیلی مهمه، وگرنه اینا در آینده 100% مشکلات جدی رو ممکنه وجود بیاره. 100%. سوال هشتم، چجوری کارهای مربوط به بچه ها و خونه رو با هم دیگه تقسیم میکنه؟ دیدم نکته‌ایه که خیلی مهمه، باید راجبش صحبت بشه. تقسیم وظایف. یه خورده فرهنگ ایرانیای قدیمی شاید اینجوری بوده که خب کار خونه و اینا وظیفه زنه و پول درآوردن وظیفه مرده. خب امروز اصلا این چیزا معنی نداره، باید راجبش حرف زده بشه، تقسیم وظایف درستی صورت بگیره و یه سری مسئولیت و یه سری وظایف توی زندگی مشترک دیگه، هر کسی که بتونه اونا رو به بهترین شکل انجام بده میگه آقا امروز الان من میتونم این کار رو انجام بدم توی زندگی مشترکمون، برای زندگی مشترکمون. تو اگر الان بیرون داری کار میکنی اوکی فعلا تو اون کار رو انجام بده، من این بخش خونه رو فعلا به عهده میگیرم چون تو اونو الان اوکی تری باهاش میتونی بهتر انجامش بدی، منم اینو فعلا میتونم بهتر انجام بدم. شاید این 4 روز دیگه تغییر کنه، شاید مجبور شیم اتفاقا اینو نصف کنیم، هم جفتمون با هم بیرون کار کنیم، هم جفتمون با هم تو خونه کار کنیم. یعنی من یه مثال بزنم، مثلا خب من خود تو ایران خیلی درگیرم، خیلی همین الان هم هر وقت میریم ایران من از صبح تا شب گرفتار میشم، ولی مثلا از وقتی اومدیم اینجا که یه ذره حجم کاری من کم شده، غیر حضوری شده حجم کاریت. آره ولی باز چون تو خونه هستم بیشتر کمک میکنم و سعی میکنم توی حالا نگهداری از بچه‌ها و هر آنچه که ازم برمیاد، مثلا چه میدونم جارو برقی بزنم، هر کمکی که از دستم برمیاد که یه باری از رو دوش سپیده بردارم، چون سپیده خیلی حجم کارش تفاوت نکرده، یعنی همون وقت که تو ایران گرفتار بود اینجا هم درگیره، چون همیشه بیشترم شد تازه از نظر چیزای دیگه، همیشه آنلاین بود داستانش. امیدوارم که مفید بوده باشه. اگه دوست داشتین این سبک ویدیوها رو ما بازم بریم براتون اطلاعات مفید جمع کنیم، بیایم اینجا بگیم بهتون و به اشتراک بذاریم باهاتون. نظر شما رو خیلی برامون مهمه، مثل همیشه دوست داریم داشته باشیم. لطفاً ما رو بی‌نصیب نذارید، کامنت و لایک و اگه دوست داشتید از این چیزا. دمتون گرم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. همونجوری که شاروخ گفت ما خیلی خوشحال میشیم که نظراتتون رو بدونیم، شاید هم بتونیم یه دفعه دیگه خیلی مفصل‌تر راجع به این چیزا صحبت کنیم. تا هفته دیگه. خدا نگهدار. مخلصیم.